یه مرتبه هارون الرشید به بهلول گفته بود که من رو موعظه کن. بهلول گفت جناب خلیفه، اگر شما تو یک صحرای درندشت و قفر و بی آب و علف و خشک و سوزان گیر بیفتی، هیچ کسی هم نباشه کمکت باشه، خودت تنها، و تشنگی بسیار شدیدی برات غالب بشه، آتش داری میمیری، وقتی یه نفر برسه بهت یه ظرف آب خنک بهت بده، بگی من حاضرم این ظرف آبو بهت بدم به شرطی که نصفی از ثروت و سلطنتت رو به من بدی، حاضری؟ هارون گفت خب وقتی دارم میمیرم دیگه ثروت و سلطنت چه به دردم میخوره، حاضرم من نصف ثروت و سلطنتمو به این بدم و آبو بخورم. بهلول گفت خب حالا آبو خوردی، 2 ساعت بعد خیلی عذر میخوام، احتیاج داری بری دستشویی. حالا دستشویی رو من میگم، احتیاج داری که به هر حال دفع بکنی اون آب رو، و حبس بول گرفتی، یعنی نمیتونی به هر حال دفع نمیتونی بکنی، فشار شدید بهت بیاد، داری میمیری از درد، داری میمیری. یه نفر میاد میگه که من حاضرم تو رو معالجه بکنم که بتونی دفع بکنی ادرارت رو، به شرطی که نصفی از ثروت و سلطنتت رو به من بدی، حاضری؟ هارون گفت وقتی دارم میمیرم چه به دردم میخوره، حاضرم. بهلول گفت جناب حاکم، ثروت و سلطنتی که با یه آب خوردن و دفعش بیشتر نمیارزه خیلی بهش دل نبند. کل ثروت رو دادی، با یه آب خوردن و دفعش بهش خیلی دل نبند. نعمت هایی است که مغفوله، توجه بهش آدم نداره، حاضر تمام ثروتش رو بده، تمام ثروتش رو بده. ما تا حالا مثلا فرض کنید به عنوان مثال به خاطر حافظه‌مون شکر کردیم که خدای ممنونتم حافظه دارم، یادم نمیره یه چیزایی رو یاد، بعضی اصلا آدرس خونه‌شون یادشون میره، یعنی که آلزایمر دارن بندگان خدا، به خصوص که بعضیاشون خیلی شدیده. یکی کسی خدمت امام صادق علیه السلام اومد گفت آقا من فقیرم، اگر میشه یه کمکی به من کنید. حضرت فرمود تو فقیر نیستی. گفت آقا فقیرم، من زن و بچه‌م گرسنه‌ن. حضرت فرمود تو فقیر نیستی. گفت آقا فقر مگه شاخ و دم داره؟ خب من ندارم دیگه. امام صادق فرمود من یه سوال ازت میکنم، حاضری ولایت ما اهل بیت رو ازت بگیرن، تمام ثروت دنیا رو بهت بدن، تمام گنج‌های دنیا رو بهت بدن، شماها کدومتون حاضرید محبت حضرت زهرا رو دیگه نداشته باشید، محبت امیرالمومنین و امام حسین رو دیگه نداشته باشید، تمام دنیا رو بهتون بدن، حاضرید؟ اون طرف گفت نه. امام صادق فرمود پس خیلی ثروتمندی که با تمام ثروت دنیا عوض نمی‌کنی، یه چیزی داری که با تمام ثروت دنیا عوض نمی‌کنی، تو خیلی ثروتمندی، قدرش رو بدون، قدرش رو بدون. بعد فرمود اون موقعی قدرش رو میفهمی که جانت برسه به اینجا. خود امام صادق با دست اشاره به گلو کرد که جانت برسه. اون موقعی که همه دست و بال میزنن کسی رو ندارن بهش پناه ببرن، تو داری، تو یه کسانی رو داری که نه تو دنیا، تو قبر، تو قیامت، همه جا هستن. خدا دستشون رو همه جا باز گذاشته، همه جا دستشون رو باز گذاشته، هیچ جا اهل بیت ممنوع نیستن، حتی تو برزخ. اونی هم که تو بعضی از روایات شنیدید که برزختون با خودتونه، شفاعت ما اهل بیت تو برزخ نیست، اون یه معنای خاصی داره، وگرنه شفاعت همه جا. اهل بیت چون اهل بیت مظهر رحمت خدا هستن، مگه رحمت خدا یه جا هست که قطعه؟ مگه میشه که یه جا رحمت خدا قطع باشه؟ اگر رحمت خدا هیچ جا قطع نیست، اهل بیت کانال رحمت خدا نه. واسه همینم تو زیارت جامعه کبیره بگید و رحمت الموصوله، اهل بیت رحمت موصوله، یعنی رحمتی که وصل دائم، قطع نیست، رحمت مقطوعه نیست، رحمت موصوله است، هیچ جا رحمتشون قطع نمیشه، حتی تو برزخ. تو زیارت عاشورا میخونید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، همون ورود تو عالم قبر و عالم برزخ شفاعت امام حسین شامل حال من بشه. بنابراین امام صادق فرمود اون موقع جانت برسه به اینجا میفهمی